بارگاه‌ها همون چیزی است که پیامبران برای تخریب آن بعثت شدند. اگر گنبد قبر خراب بشود، چه مال پیامبر باشد، چه مال ولی باشد، چه مال نبی باشد، هیچ اهانتی به قبر نیست. المصلحة الآن تقتضي عدم تغيير القبة. هذا موقف نعم يمكن أن ينظر فيه ولي أمر المسلمين. تا نفس دارید بهر غربتش کاری کنید، از ابو مدد گیرید سالاری کنید.